درود دوستان، یک دستگاه LG 57000 داریم، LW 57000 که 100% مشکل چیپ پیدا کرده. بریم تستش کنیم. خب رفقا، برای اینکه مطمئن شیم مین بورد خرابه، حالا ما که میدونیم مینش ایراد پیدا کرده، ولی برای شما دارم میگم، یک چک میکنیم ببینیم بکلایت روشن میشه یا نه. این دستگاه الان روشنه ولی بکلایت خاموشه. اینجا رو حالا یه ولتاژ میگیریم، ولتاژ تیکانو. همونطور که میبینید هیچ اتفاقی نمیافته، هیچ ولتاژ ورودی برای تیکان نداریم. ولی خب اینجا ولتاژ مین بورد که میگیریم میبینید ولتاژ داریم و حتی استنبای هم اگه دقت کنید صدای سویچ ریله میاد. خاموش، روشن. دوستان همکار قبلی که اینو باز کرده ببینید تاریخ هم زده، حالا 2/12/400 بوده، ولی همونطور که میبینید ببینید مای فلکسی یا خمیر فلکسی که زده بوده رو تمیز نکرده و همین خودش باعث اتصال میشه تو مدار. حالا من یه موقعی تو مونتاژ دیدم برد نو بوده، یه قسمتش مای فلکسی بوده و همون مای فلکسی وقتی تراشیدم تمیز کردم دستگاه راه افتاده. و سعی کنید همیشه بعد از کارتون یه شستشو انجام بدید. ببینید دور تا دور این رم هم هستش، چیپای رمه، هم که خودش چیپ اصلی دستگاه. خب بچه ما میخوام برد رو ریسولتش کنم، چون این قبلا یه بار ریوال شده و ترجیح میدیم که دیگه ریوال نشه برای بار دوم، چون مشخص نیست زیرش چه اتفاقی افتاده. خیلی موقع شده که مثلا ما چیپو برمی‌داریم می‌بینیم پایه‌ها مثلا کنده شده بوده، سیم کشی کردن، ترجیحاً دیگه دست نمیزنیم. و با توجه به این قلمردگی‌هایی که اینجا الان داریم، این قسمت حالا تو برد خیلی شاید مشخص نباشه تو فیلم، ولی می‌بینید که تمام قلع‌ها سیاه شده، لبه خازنا. حالا این برای می‌بینید دور تا دور چیپو من بستم، یه گرمای مستقیم بهش نخوره. از زیرم همین کارو میکنم که در اثر گرم شدن یه موقع قطعی کنده نشه. بچه توجه داشته باشین بعد از اینکه کار انجام دادید اجازه بدید دمای برد نم نم بیاد پایین، ناگهان خنکش نکنید که تاپ ور میداره و مشکل ساز میشه. همونطور که الان این بردم یک مقدار تاپ داشت، من ریسک رو نکردم که بخوام چیپو بدیم ریوال یا حالا خودمون ریوال کنیم، نه تو شاپنامش که نداره چرا رو. الان دمای این سشوارم با حداقل یعنی تقریبا 100 و یه باد خیلی ملایم میزنه، نم نم دمای برد میاد پایین و تابم بر نمیداره. بعد از اینکه خنک شد شستشو میدیم. من هدسینک دستگاه رو نذاشتم تست کنم. الان ببینید هم نور بکلایت اومده، میبینید هم ولتاژ تیکانمون 12 ولت تیکانمون اومد، کار تمومه. من یه پد سیلیکونی رو این بذارم، خمیر سیلیکونم بزنم و ببندمش و بذارم زیر تست. خب اینم نتیجه کار. حالا بذارمش زیر تست تا ببینیم چی میشه.